نام خدا. با سلام به همه دوستان. سومین نشست از سلسله نشست‌های حلقه اخلاق اندیشی رو آغاز می‌کنیم و چنان که دوستان از پیش اطلاع دارند، موضوع سخن ما معنا و عوارض عوضی بودگی است. میدونم و حدس میزنم که این موضوع برای دوستان کمی غیر منتظره و شاید هم برخورنده بوده باشه. این که اصلا عوضی بودگی یعنی چی و گیرم که اصلا بدونیم عوضی بودن و عوضی بودگی یعنی چی. آیا این در شأن و در خور یک نشست نظری و مباحث تئوریک و فلسفی هست یا نه؟ مقدمتاً سعی می‌کنم اول به این گمانه و پرسش پاسخ بدم، اینکه ما چرا به نظر بنده لازمه که در مورد عوضی بودگی سخن بگیم و حتی نظریه پردازی کنیم. ببینید، اولا عوضی یک فحش نیست، فقط یک منش و وصف انسانی است، یه ویژگی شخصیتی است. بنابراین مثل هر ویژگی انسانی دیگه باید در موردش حرف زد. سگ عوضی یا فیل عوضی یا شتر عوضی شاید پدیده معناداری نباشه. ما ممکنه از سر عصبانیت به یه حیوان ناسزا بگیم، ولی این ناسزا صرفاً برای پالایش روان و تخلیه روحه. ولی به انسان‌ها معمولاً اگر ناسزایی میگیم، گمان ما اینه که سزاوار اون سخنن. و البته این شاید پارادوکسی باشه، ناسزایی که سزاوار فرد باشه و ببینیم چطور چیزیست. اما عوضی بودن مقوله‌ای است که باید در موردش حرف زد و فکر کرد. انسان‌های عوضی بخشی از واقعیت زندگی هستند و در اطراف ما وجود دارد و شاید من یکی از همون عوضی‌هایی باشم که در اطراف دیگران زندگی می‌کنم، یا خدای ناکرده شما یا هر کسی دیگر. بنابراین ما باید به این پدیده فکر کنیم. چند سال پیش وقتی که جنبشی یا نهضتی یا به زعم برخی شورشی در ایران در گرفت، یکی از گرایه‌های اینترنتیش این بود که من بی‌ناموسم. و وقتی یکی از فعالان جنبش کارگری در خارج، فعالان ایرانی، گفت ما داریم مبارزه میکنیم برای مال و ناموس و آبرو، عده زیادی، نمیدونم پاریس بود کجا بود، اعتراض کردن، گفتن این حرفا چیه، ما برای ناموس داریم میجنگیم و او رو از بالا به پایین کشیدن. حالا به نظر شما همین موضوع، ناموس چیست، بی‌ناموسی چیست، بی‌ناموسی کیست، این موضوع نظرورزی نباید باشه؟ ما نباید بهش فکر کنیم؟ بخشی از واقعیت جامعه ماست. یعنی یه زمانی فحش بوده، بعد به یه ترند و گرایه اینترنتی و اینستاگرامی تبدیل میشه. عوضی بودن هم یه چیزیست شبیه این که ما باید بهش فکر بکنیم. چرا ما عده‌ای رو عوضی میدونیم؟ به چه معنا؟ عوارضش چیه؟ و نکنه ما یکی از همون عوضی ها باشیم. نکته اول اینه که ما این اصطلاح عوضی رو در مورد آدم‌های مجرم و خیلی خطرناک به کار نمیبریم. مثلا شما به خفاش شب نمیگید عوضی. اگر هم بگید این کلمه فرعی است. یعنی کلمه اولی که به ذهن شما میرسه این نیست. به یه آدم تبهکار، به یه مجرم، به یه جانی خطرناک ما این وصف رو نسبت نمیدیم. ضمناً به یه آدم نادان، به یه آدم ناشی، دست و پا چلفتی، به او هم عوضی نمیگیم، هر چقدر که به ما ضرر بزنه. یعنی چه آدم‌های خیلی خطرناک ما اونها رو عوضی نمیدونیم، آدم‌هایی که به ما آسیب میزنن ولی از روی نادانی اینها، به اونها هم عوضی نمیدونیم. در این میان یک گروهی هستن که صفت عوضی و برچسب عوضی به اونها میچسته. بحث در مورد اونهاست.
ما یه فیلسوفی داریم به نام آرون جیمز. آرون جیمز دانش آموخته هاروارد، استاد دانشگاه کالیفرنیا و استاد مهمان دانشگاه نیویورک. کتابی داره به نام Assholes A Philosophical Theory یا اتیر. Assholes کلمه باز چندان خوبی نیست، یعنی ترجمه محترمانش میشه عوضی. اون سعی کرده تئوری پردازی بکنه این صفت عوضی رو و من از نظریه آرون جیمز خیلی در این سخن امشبم بهره میبرم و البته جاهایی با او موافق نیستم که خواهم گفت و نکاتی هم بر تئوری او می‌افزایم که خواهم گفت. آرون جیمز تعریفش از عوضی جالبه. میگه که ما به کسی میگیم عوضی که دو تا ویژگی داره. یک، اولا این فرد مرتب در روابط میان فردی به خودش اجازه میده که از یه مزایایی به صورت یک سویه و یک طرفه استفاده بکنه. این یک. دو، این آدم عمیقاً خودش رو شایسته این مزایا و امتیازات می‌دونه. پس یک، عوضی کسی است به نظر آرون جیمز که در روابط میان فردی هی یک طرف از این امتیازاتی استفاده میکنه. مثلا مثال خیلی ساده و دم دستی، میگه که من حق دارم صدامو بلند بکنم ولی تو حق نداری. من حق دارم عصبانی شدم فحش بدم، تو حق نداری. من حق دارم پرخاش بکنم، تو حق نداری. یعنی یه مزایایی برای خودش قائله. میگه من عصبانی شدم حق دارم خودم رو تخلیه بکنم ولی تو یه وقت عصبانی نشی از من، تو یه وقت به من فحش ندی. و بعد نکته دوم، خب خیلی آدما اینجورین، عصبانی میشن، فحش میدن، ناسزا میگن، داد میزنن. آیا یعنی عوضی هن؟ همه ما این کار رو بارها انجام دادیم این کارها. اما ما موقعی عوضی خواهیم بود بنابر تعریف آرون جیمز که این امتیازات رو عمیقاً حق خودمون بدونیم. یعنی بگیم که من، نه تو، من شایسته این حقوق ویژه و انحصاریم. از اینجا کار عوضی ها شروع میشه. وقتی شما این حق انحصاری رو برای خودتون قائل بودید، دیگه به باشگاه عوضی های جهان پیوستید. حالا یه نکته همینجا، حالا سخنرانی ما چه سخنرانی بی‌ادبانه ممکنه به نظر بیاد. خیلی حرفا که بیرون فحش حساب میشه اینا جزء ترم‌ها و واژگان کلیدی حساب میشن. اما یه تفاوتی هست، فرق فارقی هست بین بیشعور و عوضی. بیشعور یا بی‌ملاحظه آدمی است که اشتباه میکنه، خطا میکنه، پا رو کفش ما میذاره، پا توی کفش ما میکنه، فحش میده، بی‌ادبی میکنه، ممکنه بزنه کاسه کوزه ما رو به هم بریزه. خیلی اشتباهات، یعنی توی کاسبی ما، کار ما، شغل ما، زندگی ما، از روی بی‌ملاحظگی ممکنه به ما آسیب بزنه. این یعنی انسان بی‌ملاحظه، بی احتیاط یا بیشعور. اما آیا هر بیشعوری یک عوضی است؟ نه. چرا؟ برگردیم به تعریف آرون جیمز. بیشعور چون بی‌ملاحظه است، چون نادانه، از سر بیخبری، از سر غفلت داره به من آسیب میزنه. عمدی در کار نیست. چون عمدی در کار نیست، بنابراین اصلا به این فکر نمیکنه که من اگه الان عصبانی شدم من حق دارم عصبانی بشم، تو که حق نداری عصبانی بشی. اصلا به اینا فکر نمیکنه چون بیشعوره. از این آدم ها هم البته در جهان کم نیستن، پیرامون ما هم کم نیستن. و البته باز هم از سر نفروتنی، از سر واقع بینی باید بگم، باید مراقب باشیم ما یکی از بیشعورهای اطراف دیگران نباشیم. ولی این انسان بیشعور یا بی‌ملاحظه است، عمدی در کار نیست. چون عمدی در کار نیست، بنابراین انحصار طلبی هم در میان نیست. نمیگه من این کارو میکنم چون حقمه، چون شایسته این کارم. اما عوضی اینو حق خودش میدونه.
خب حالا این عوضی بودگی سه تا خصوصیت اصلی داره. یکی این که خصوصیت اول، انسان عوضی بودن در وجودش یه ملکه است، یه صفت پایداره، یه ویژگی نهادینه است، نه یه اتفاق موردی. چرا این نکته رو میگیم؟ به دلیل اینکه تقریبا همه فضائل و رذائل و اوصاف اخلاقی و روانشناختی اینجوری هست. ما هیچ وقت به آدمی که یه بار دو بار دروغ بگه نمیگیم دروغگو. اگر هم میگیم این نهایت بی‌انصافی. دروغگو کسی است که به دروغ گفتن عادت کرده، یعنی باید به خودش زحمت بده تا دروغ نگه. نقطه مقابلش، ما به کی میگیم راستگو؟ به کسی که بدون اینکه زور بزنه، تقلا بکنه، راستش رو بگه. اتفاقا برای اینکه راست نگه باید تلاش بکنه، زور بزنه، و الا اصل بر اینه که راست بگه. ما به این آدم میگیم صادق، به این آدم میگیم راستگو. یعنی بحث صفات پایدار اخلاقی و روانشناختی، و ما آدم ها رو باید اینجوری بحث بکنیم. البته این کار رو معمولا نمی کنیم متاسفانه. یعنی اون فاندامنتال اتریبیوشن، انتساب بنیادین، یه خصوصیتی است در ما که من قبلا هم اینجا یا جاهای دیگه در موردش سخن گفتم. اینو در پرانتز میگم. ما معمولا خوبی ها رو در خودمون صفات پایدار میدونیم. یعنی اگر یه بار شجاعت به خرج بدیم، نمیگیم بابا حالا یه بار یه کاری کردیم، میگیم من شجاعم به خاطر اون یک بار. اگر یه بارم دروغ بگیم، البته نمیگیم که دروغگو هستیم، میگیم حالا یه بار حواسم نبود دروغ گفتیم. یعنی خوبی ها رو صفات پایدار خودمون میدونیم، بدی ها رو صفات موردی و اتفاقی. در مورد دیگران برعکس عمل میکنیم. یعنی اگر یه اشتباهی کردن، نمیگیم شاید حواسش نبود، شاید این یه بار این کارو کرد. فاندامنتال اتریبیوشن، انتساب بنیادی، اینو به بنیادهای شخصیتش نسبت میدیم. یعنی میگیم اگر پا گذاشت رو کفش من، این اصلا خانواده درست حسابی نداره. میگم وقتی هم عصبانی میشیم، فوشامون فوشای بنیادینن دیگه. اینو قبلا به مناسبت دیگه ای عرض کردم. خب اما ملاک قضاوت ما باید صفات پایدار باشه. اگر میخوایم کسی رو بد بدانیم، باید مطمئن بشیم این بدی در اون نهادینه شده، این بدی صفت پایدار داره. خوبی ها البته کمی باید تخفیف بدیم. حالا در مورد عوضی بودن، خصوصیت اول اینه، باید یه ویژگی پایدار باشه. اگر کسی یک بار حق به جانب رفتار کرد، نباید او رو عوضی بدونیم. دو بارم این کارو کرد، سه بارم این کارو کرد، این دلیل برای نیست اون آدم عوضی. اگر یه آدمی شما دیدید سالیانی است که حق به جانب عمل میکنه، مثلا یه رئیسی که 2 سال رئیس شماست، این معمولا حق به جانب عمل میکنه. دوستی که معمولا حق به جانب عمل میکنه. این خصوصیت اگر در اون نهادینه شده بود، پایدار بود، این یعنی این آدم ویژگی اول عوضی بودن رو داره، و این عوضی بودن یک خطر. اما ویژگی دوم عوضی ها چی؟ ویژگی دوم عوضی ها اینه که هزینه چندانی به ما تحمیل نمی کنن. آسیب بزرگی به ما نمیزنن. ممکنه بگید خب اگر اینجوریه پس چرا اینقدر باید اونها فکر کنیم؟ پس عوضی ها موجودات خطرناکی نیستن. بله، خیلی خطرناک نیستن، چون آسیب بزرگی نمیزنن. اگر آسیب بزرگی بزنن که مجرمن، خلافکارن، تبهکارن. مثلا کسی که باعث بشه شما یه دفعه مثلا 100 میلیون تومان ضرر بکنید، این آدم فقط عوضی نیست، این آدم یا دزده، یا اختلاس کرده، یا خیانت در امانت کرده. این یه رذیلت و جرم بزرگی در اون وجود داره. اتفاقا عوضی ها به ما ضرر کمی میزنن، ولی ضرر میزنن. خب پس خیلی خطرناک نیستن. مشکل عوضی ها اگه خیلی خطرناک نیستن چیه؟ مشکلشون اینه که حال ما رو به هم میزنن، نفرت برانگیزن.
میدونید چیزهایی که اشمئزاز آفرینن، یعنی دیسگاستینگن به قول انگلیسی ها، چه چیزی تهوع آوره، حال به هم زنه، نفرت آوره، چیزهایی که لزوما به ما خیلی هم آسیب نمیزنن. مثل اینی که شما مثلا یه لاشه سگ میبینید، یه لحظه رد میشید، یه بوی بدی به شما میخوره، آسیبی به شما نمیزنه، نه ویروسی رو به شما منتقل میکنه، نه شما رو مسموم میکنه، نه مریض میکنه، ولی شما به سرعت از اونجا فاصله میگیرید. چرا؟ چون نفرت فرانگیز، مشمئز کننده است. آدمهای عوضی مشمئز کننده، ولو آسیب جدی به ما نرسه. بنابراین آیا به نظر شما ما نباید در مورد عوضی بودگی و آدمهای عوضی بیشتر فکر بکنیم؟ آیا نباید مراقب باشیم مبادا ما یکی از اعضای باشگاه عوضی ها باشیم؟ و اگر با یه عوضی روبرو شدیم چیکار کنیم؟ به نظرم اینا با این مقدمه نسبتاً طولانی روشن میکنن که چرا باید به پدیده عوضی بودگی و به موجودات عوضی فکر کرد و جدی هم فکر کرد. نکته اول این که بعد از این مقدمه این که اولا از خودمون شروع کنیم، مثل هر بحث اخلاقی دیگه. اول این که مراقب باشیم عوضی نباشیم یا عوضی نشیم. یه پژوهشی انجام شده، پژوهش بسیار معناداری و الهام بخشی که روانشناسان اجتماعی و اینها انجام دادن. این پژوهش میگه که انسان‌ها در طول زندگی اونقدر که با خودشون تفاوت دارند با دیگران تفاوت ندارند. یه لحظه فکر کنید، بذارید یه بار دیگه بگم. ما آدم‌ها اونقدر که با خودمون تفاوت پیدا می‌کنیم با دیگران تفاوت پیدا نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی انسان موجودی سیال، اثرپذیر، متغیر. یادتون باشه باز اینجا یا جای دیگه من به اون اثر آفتاب پرست اشاره کردم که جان بارز میگفت یا جان بار. ما خیلی اثر میپذیریم از دیگران. این اثرپذیری ها لزوما خوب نیست، میتونه بد باشه. هیچ تضمینی نیست که من اگر الان عوضی نیستم چند صباح دیگه عوضی نشده باشم. هیچ گارانتی وجود نداره. پس فکر نکنیم که فقط دیگرانن که ممکنن عوضی باشن. ممکنه من باشم. حتی اگر الان نیستم ممکنه عوضی بشم. پس ما باید یه حصاری دور خودمون بچینیم، یه سیم خارداری بچینیم که نه اینکه فقط عوضی ها به سمت ما نیان، منش عوضی بودگی هم به سمت ما نیاد. از کجا معلوم ما در برابر عوضی بودن واکسینه شده باشیم؟ راه اول هر واکسیناسیونی اینه که شما اون پدیده رو شناخته باشید و بعد از اون بتونید یه واکسن تهیه بکنید. ما چقدر به پدیده عوضی بودگی فکر کردیم؟ جامعه ما چقدر فکر کرده؟ جهانیان چقدر فکر کردن؟ کار فیلسوفان یکیش اینه که به قول سقراط خرمگسوار آزار بدن مردم رو. این یکی از کارکردهای فراموش شده فلسفه است. بعده که فیلسوفان همه خزیدن در آکادمی ها و دارن رساله می نویسن، مقاله می نویسن، استاد راهنما میشن و فلسفه شده یه رشته مثل رشته های دیگه. یه موضوع انتخاب میشه، کنجکاوی برانگیز یا کنجکاوی برنیانگیز و تمام. یه مقاله از توش در میاد. شأن اصلی فلسفه نزد بزرگان فلسفه در یونان باستان این بود که شما مردم رو از خواب غفلت بیدار کنید. فیلسوفان لالایی نمیخونن، باید جیغ بنفش بکشن، یعنی به مردم شوک وارد بکنن که شما با رسوم، آدابهای مألوف، سبک زندگی روزمره کنار نیایید و تصمیم به تغییر بگیرید.
یکی از کارهایی که فیلسوفان باید انجام بدن که مثلا آرون جیمز داره انجام میده، من هم عنوان شاگرد کوچک فلسفه، اینه که تلنگری بزنیم که مبادا ما عوضی بشیم و یا ساختار اجتماعی عوضی پروری داشته باشیم و بگردیم ببینیم اگر اینجوری هست که به گمان من هست، آیا سامانه عوضی کاه، عوضی یاب داریم یا نداریم؟ پدافند فعالی در مقابل این عوضی بودگی های اجتماعی و فردی داریم؟ فعال هست یا نیست؟ اگر از خودمون بخوایم شروع بکنیم، ببینید اولا همین که من بگم من مطمئنم که عوضی نیستم، احتمالاً خودش یه نشانی از این که ما شاید عوضی باشیم. اگر الان داریم به خودمون میگیم که من هرچی باشم آدم عوضی نیستم، این زنگ خطر اول. تو شاید عوضی هستی که انقدر قاطع میگی من عوضی نیستم. هیچ تضمینی در کار نیست، اما باید آزمایش بکنیم. به نظرم یکی از دم دستی ترین آزمایش ها برای اینکه ببینیم ما عوضی هستیم یا نیستیم، آزمایش شرمه. خود شرمگین، shameful self. به این فکر بکنیم آیا من عوضیم؟ آیا من مثل عوضی ها رفتار میکنم؟ یعنی حق به جانب عمیق، احساس عمیق حق به جانب بودن. آیا در تعامل با دیگران حقوقی برای خودم قائلم که اون حق رو به طرف مقابل نمیدم، در نظر یا در عمل یا هر دو؟ ببینید وقتی داریم به این فکر میکنیم، بعد نه فقط در قالب چند تا گزاره کلی، رفتار من با همسرم، خواهرم، فرزندم، مادرم، همکارم، دوستان، آشنایان، شهروندان، اینا رو که مرور میکنیم، آیا نشانه هایی از عوضی بودن رو پیدا میکنیم یا نه؟ وقتی اون نشانه ها پیدا میشن، که متاسفانه اگر ما الان چشامون رو ببندیم مراقبه به خرج بدیم، آرام آرام سر کله چند تا نشانه عوضی بودن رو میتونیم ببینیم که داره پیدا میشه. خب اون وقت ببینیم آیا احساس شرم به ما دست میده یا نمیده. اون نشانه ها که سر کلهشون پیدا میشه، من دارم احساس شرم میکنم یا اتفاقا ته دلم داره قند آب میشه، میگم عوضی بودنم بد چیزی نیست؟ کدومش؟ اگر احساس شرم میکنیم، موقتا باید خوشحال باشیم. میتونیم برای خودمون دست بزنیم بگیم خوشبختانه فعلا ما عوضی نیستیم. اما اگر نشانه هاش داره میاد و ما اذیت نمیشیم، مرور میکنیم و میبینیم اینا میخوره، اینا فکت هایی اثبات کننده این که من عوضی معابانه رفتار کردم و من ناراحت نیستم، شرمگینم نیستم، این یعنی که من از این آزمایش سربلند بیرون نیامدم. پس این یه خطر. این آزمایش رو انجام بدیم، یعنی در مراقبه روزانه خودمون که لازمه، شما چه دیندار باشید چه نباشید به مراقبه احتیاج دارید. اصلا مراقبه هم البته یه لفظیه که میشه گفت تا حدی مصادره شده توسط بودایی ها و اینها. من مراقبه رو به اون معنا نمیگم، منظورم خودکاوی، مراقبه. شما چه دیندار باشید چه نباشید به خودکاوی و مراقبه احتیاج مبرم دارید، هر روز. البته خب ادیان ادعای اصلیشون اینه، میگه این نمازهای یومیه و عبادات یومیه دقیقاً فرصتی است برای همین مراقبه. حالا اینجوری هست یا نیست بسته به نظر باورمندان داره یا غیر باورمندان، ولی ما به این مراقبه احتیاج داریم. تو اون مراقباتمون فقط نباید به گناه‌های کلاسیک فکر بکنیم. گناه‌های کلاسیک مثلا مسیحیان اون 7 sins رو دارن، گناهان 7گانه، معاصی کبیره مسیحیت گناهان 7گانه است. فهرست گناهان کبیره در اسلام خب خیلی طولانیه، یعنی
مرحوم آقای دسته که اون کتاب گناهان کبیره رو نوشت، یه کتاب خیلی خطوری شد و اصلا بعضیا میگن که لا صغیرة مع الاستمرار ولا کبیرة مع الاستغفار. یعنی میگن اصلا مرزبندی روشنی نیست. گناهان کوچیک اگر تکرارش بکنی دیگه گناهان بزرگ و کبیره، و گناهان بزرگ اگر از اونها توبه کنی دیگه گناه بزرگ نیستن، کوچیکن. سخن حکیمانه است. لا صغیرة مع الاستمرار ولا کبیرة مع الاستغفار. خب اما اون گناهان و خطاها فقط اون خطاهای کلاسیک نیستن، یعنی مثلا گناه نمیدونم بی عفتی یا نمیدونم گناه دروغ، اینا همه گناهان بزرگی هست. ولی عوضی بودن هم یه گناهه، یه خطای بزرگه و جهان رو بر دیگران تنگ میکنه، بر ما هم تنگ میکنه. خب اما این حالا از خودمون بگذریم و از این گردنه رد بشیم، فرض رو بر این میذاریم که ما عوضی نیستیم، از آزمایش خود شرمگین سربلند بیرون اومدیم و از فرض عوضی بودن شرمگین شدیم. خیلی. اما حالا گونه شناسی عوضی ها، یه تیپولوژی از عوضی ها باید داشته باشیم. آیا همه عوضی ها یک جورن یا چند جور؟ به نظر میاد که چند گونه و دسته هستن. نوع اول عوضی بی‌ادب، یعنی آدم هایی که حق به جانب رفتار میکنند در قالب گستاخی و حطاکی و بی‌ادبی. این معناش چیه؟ معناش اینه که ممکنه کسی عوضی باشه ولی بی‌ادب نباشه، و ممکنه کسی بی‌ادب باشه عوضی نباشه. اما عوضی بی‌ادب، این یه نوع آدم هایی که شما رو خورد میکنن از طریق همون حق به جانب بودنی که بروز میدن از خودشون، مثل کسی که میگه من حق دارم صدامو بلند بکنم، تو حق نداری. ببینید شما چه حسی دارید اینجور مواقع؟ احساس میکنید شکستید، فرو ریختید. یا میگه که من میتونم به تو توهین بکنم، تو حق نداری توهین بکنم. این کلاً بده. در رابطه والد و فرزند هم حتی بده. بعضی از پدر مادرها دیدید به بچه‌هاشون میگن من میتونم به تو بگم بیشور، من میتونم به تو بگم خاک تو سرت، ولی تو یه وقت به من نگی بیشور، بگی پوستتو میکنم. خب ببینید این نوعی والدگری عوضی معابانه است. من اگر با بچه‌م این رفتار رو میکنم باید بپذیرم من یک عوضی بی‌ادبم. چرا فکر میکنی تو چون زودتر از فرزندت متولد شدی، یا چون تو از مسببین به دنیا آمدن فرزندت هستی یه حق انحصاری داری برای بی‌ادبی؟ بله، من حق دارم به بچم تند بشم، حق دارم با او دعوا بکنم، حق دارم او رو مؤاخذه بکنم، حق دارم به شکل کنترل شده‌ای حتی او رو بترسونم، به او شوک‌های کنترل شده وارد بکنم، اما حق ندارم به او اهانت بکنم. این مثالی است. حالا رابطه رئیس و مرئوس هم میتونیم مثال بزنیم، ولی من مثالی زدم که شاید کاربردی‌تر باشه. اگر ما این کارو میکنیم ما عوضی بی‌ادب هستیم. یک گونه دیگه از عوضی بودگی، عوضی از خود راضیه. اینم خیلی پدیده پیچیده. یه نویسنده هم که نیست البته، توی شبکه‌های ماهواره‌ای یه آقایی هست به نام بهرام مشیری. نمیدونم برنامه‌ای از او دیدید ندیدید، سالیان ساله، فکر میکنم هم در اصل بر آیین بهاییت، نمیدونم، مهم هم نیست. این یه مدتی ادیان رو نقد میکرد به طور کلی. بعد اصلا میگفت کل ادیان مغالطن، کتاب‌های آسمانی همه مغالطن. بعد جالب بود مغالطات رو هم دقیق نمیشناخت، مثالهاش رسا نبودن. ممکنه در ادیان حتی شما میتونید دیندار باشید ولی بنابر قائل به تحریف محرف بودن ادیان یا کتب آسمانی قبلی یا چیزهای شبیه، شما هم ممکنه موافق باشید با بعضی از این مثالها. ولی
اینی که شما اصلا بگید اصلا دین مبتنی است بر یک یا چند مغالطه. خب ببینید این نوعی عوضی بودگی از نوع از خود راضی بودن. یعنی شما فکر کنید شما مرتکب مغالطه نشدی، اما میلیاردها دیندار میشن، روزانه در حال ارتکاب مغالطه. یا ریچارد داکینز اون کتاب توهم خدا، ببینید اصلا خود اسم کتاب برخورنده است. مثل اینی که مثلا یه دینداری یه کتابی بنویسه مثلا بگه توهم آتئیسم. خب دیگه اصلا ما کتابو چه کتابی بخونیم معلومه دیگه نتیجه چیه. ما با این پدیده ها کم طرف نیستیم. تو شبکه‌های خبری هم هستن آدم‌های یه طرفه حرف میزنن، خیلی از خود راضی، و دیگران رو یک طرفه متهم میکنن به یه چیزهایی. این اتفاق خوبی نیست و ما نباید مخاطب اینجور آدم‌هایی باشیم، سخنشون رو بشنویم، کتابشون رو بخونیم، مگر اینکه حالا می‌خوایم بهش فکر کنیم، تأمل کنیم، پاسخ بدیم. ولی عوضی‌های از خود راضی در دنیا ممکنه کتاب‌هایی داشته باشن با شمارگان چند صد هزار تا و حتی میلیونی، یا چندین میلیون بیننده داشته باشن. کسانی که به راحتی دیگران رو به هر چیزی متهم میکنن. حالا یه توضیح بیشتری هم بدم. ببینید اینو توی پرانتز میگم. ممکنه کسی معتقد باشه تمام دلایلی که برای اثبات خدا اومده عقلانی نیستن. فرض کنید یه آتئیست، یه فیلسوف معتقد باشه اینا همشون irrational argument هم، دلایل غیر عقلانی. خیلی و کسانی هم واقعا اینجور اعتقاداتی دارن. اما این آدم ها دو دستن. عده‌ایشون ممکنه مثل همین آقای مشیری یا شبیه اینها یا شاید داکینز یا شاید بعضی های دیگه بگن که هر باوری به خدا غیر عقلانیه. این دسته اول. دسته دوم ممکنه بگن نه، بعضی از استدلال ها برای خدا درست نادرستند، غیر عقلانی هستند، اما نامعقول نیستند، ایرزنبل نیستند. این رشنالن اما این رزنبل نیستن. فرق است بین نامعقول بودن با غیر عقلانی بودن. توضیح کوتاهی میدم. ببینید مثلا ما یه برهانی داریم، مثلا برهان معقولیت یا شرطیه پاسکال. حرف پاسکال چیه؟ بهش برهان احتیاط عقلی هم میگن. پاسکال میگه که ما مطمئن نیستیم که خدایی هست، اما ضمناً مطمئن هم نیستیم که خدایی نیست. این خلاصه غیر فنی، تقریر غیر فنی از شرطیه پاسکال. میگه باید احتیاط به خرج بدیم. کسانی که میگن خدایی هست ممکنه نتونن حرفشون رو اثبات عقلانی بکنن با یه استدلال محکم و روشن، ولی حرفشون لزوما نامعقول هم نیست. وجود خدا محتمله. ببینید اینو بعضی از آتئیست ها قبول دارن. بنای همین میگن نمیتونیم بگیم دینداران احمقن یا هر دینداری مصداقش از بیشعوری یا حماقت. میگن دیندارها اجمالاً کارشون معقوله، ولو استدلال‌های رشنال و عقلانی برای اثبات وجود خدا نداشته باشن، چون بالاخره یه احتمالی میرود که خدایی باشه و این احتمال هم فرق داره با احتمالات خیلی خیلی دور از ذهن. یه احتمال قابل توجهی وجود داره، بنابراین کار اینها معقوله. میخوام بگم که ببینید اگر یه کسی اومد این فرق معقولیت و عقلانیت رو نادیده گرفت، این یه عوضی از خود راضیه. باید مراقب این آدم ها باشید. البته این جاده دو طرفه است. ببینید ما هم در مقابل غیر دینداران باید این شرایط رو و این تواضع رو داشته باشیم، کاری که معمولا دینداران انجام نمیدن ولی در جوامع مدرن مخصوصا باید انجام بده. هر کسی که مثل ما فکر نکرد، به خدا باور داشت، به پیامبری غیر از پیامبر ما باور داشت، یا به خدا اصلا باور نداشت یا اعتقاد، اینو ما باید یه احتمالی از معقولیت دست کم برای باورهاشون بدیم و یک سره نباید بگیم اینا همه احمقن، اینها
اگر این کار رو بکنیم در ورطه عوضی بودن افتادیم. حالا اینجوری نگاه کنید به ماجرا، ممکنه من یه منبری عوضی باشم، ممکنه من یک واعظ عوضی باشم، یک فیلسوف عوضی باشم، آتئیست یا خداباور عوضی باشم. جاده دو طرف است، باید مراقب بود. یه نوع دیگه از عوضی، عوضی خودستاست، عوضی متوهم و خودستا. مثل کی؟ مثل بانکدارها. منظورم کارمندان بانک نیستا. بانکدارهای، مخصوصا بانکهای خصولتی که معلوم نیست دولتی هن خصوصی هن، اصلا ورشکستگی ندارن چون دولت پشت اونهاست. یعنی میگه که تو هر وقت سود کردی که سود کردی، ضرر کردی من ضررت رو پوشش میدم. خب ببینید این شرکت ها نمونه هایی هستن از هیئت مدیره هاشون، بعضی هاشون نمونه هایی هستن از عوضی های خودستا. چرا؟ اینا معمولا به خودشون پاداش های بسیار بزرگی میدن. یعنی یه شرکتی در آستانه ورشکستگیه ولی هیئت مدیرش یه پاداش هنگفت و عجیب و غریب میگیره. چرا این پاداش رو به خودشون میدن؟ اینا میگن ما آدم‌های خاصی هستیم، انقدر خاص که حتی اگر سود ندیم، ضرر هم بدیم، باز عقلمون و تدبیر اقتصادیمون از خیلی ها بیشتره، پس ما مستحق پاداش. اینا عوضی هم. و در آمریکا اون اعتراضاتی که چند سال پیش رخ داد، ابتداش از اعتراضی بود به وال استریت دیگه، اعتراضی بود به بانکدارها، به شرکت‌های بزرگ که اینها با زیانهای زیاد باز هم پاداشهای زیاد به خودشون میدادن. حالا تو ایران که اصلا پدیده خیلی پیچیده تره. یعنی مثلا فرض کنید شرکت خودروساز میگن ما داریم ضرر میدیم، ضررهای هنگفت. خب اولا اگر سالیان سال دارید ضرر میدید، خب تعطیلش کنید. چرا اینقدر ضرر میکنید؟ دو، اگر ضرر میدید چرا نمیتونید کاری بکنید که به سود برسید؟ سه، دارید ضرر میدید، خب چرا حقوقهای هنگفت میگیرید؟ پاداشهای عجیب و غریب میگیرید؟ یا مثلا باز عوضیهای خودستا مثل خانزاده‌های قدیم، آقازاده‌های جدید، اونایی که مثلا اون تعبیر ژن خوب در موردشون به کار میرفت، درست یا غلط کاری ندارم. قدیما اینجوری بود دیگه، طرف مثلا خانزاده بود، هیچ فضیلتی نداشت، اما به صرف خانزادگی میتونه هر کاری بکنه. یعنی میتونست این بگه که تو باید از همسرت جدا بشی، من میخوام با این ازدواج کنم. تازه خانزاده این کارو رو میکرد، چه رسد به خان. ظلم میکردن، این حقوق، آسیب‌های جدی به دیگران میزدن و این رو حق انحصاری خودشون میدونستن. چرا؟ صرفاً چون اینها فرزند کیخان بودن، نواده کیخان بودن. یا الان آقازاده‌ها، من چون پدرم وزیر بوده پس یه دسترسی هایی دارم، اختیاراتی دارم که هیچ کس ممکنه تو این 80 میلیون نداشته باشه. این یعنی در ساختار ما نوعی عوضی بودگی دانه کرده، خانه کرده. از اینا هم باید ترسید، عوضی های خودستا، که البته این عوضی های خودستا معمولا دیگه خاله و عمه و دوست نیستن، یا رئیس یه شرکتن، یا هیئت مدیرن، یا فرزند کسی هستن. یعنی اینا دیگه اون بچه اجتماعی عوضی بودگی دیگه بیشتر در اینها دیده میشه. گونه دیگه عوضی هایی هستن که رئیس، مثال تاریخیش مثلا هنری هشتم. ببینید هنری هشتم، حالا چرا میگم عوضی است؟ خب ما خونریز و دیکتاتور و جبار تو تاریخ کم نداشتیم، اما اونا دیگه نمیتونیم بهشون بگیم عوضی، چون بنابر تعریف اونا دیگه جانی هن. مثلا شما حیفه کمه به چنگیز بگید چنگیزخان عوضی، کسی هم نمیگه. مثلا بگید هیتلر خیلی آدم عوضی بود، نمیدونم کیکاووس خیلی عوضی. این کلمات برای اونها کمه. اونا دیگه کسی که 50 میلیون نفر رو کشته، 100 میلیون نفر رو کشته، ما فقط بهش بگیم عوضی. بنابر تعریف یادتون باشه عوضی کسی بود که آسیب اندک یا معمولی به دیگران میزنه. هنری هشتم اینجور کسی بود. چرا؟ خب ببینید بنابر باور کاتولیک ها، مخصوصا کاتولیک های سنتی، طلاق حرامه.
یعنی شما یه بار حق دارید ازدواج بکنید تا دم مرگ، دیگه طلاق ممنوع در فقه کاتولیک. هنری هشتم هم پادشاه انگلستان یه همسری داشت به نام کاترین. این نمیخواست با کاترین زندگی بکنه. حالا پادشاه، اینو مقایسه بکنید با پادشاهان شرقی و اینها که هزار زن توی حرم سراشون وجود داشت و به کسی هم توضیحی پس نمیدادن، جوابی پس نمیدادن. حالا هنری هشتم یه وزیری، نخست وزیری میشه گفت داشت به نام تامس مور که فیلمی هم در مورد او ساخته شده، مردی برای تمام فصول. و تامس مور آدم بزرگی بوده. اون کتابش رو هم اسم کتاب شهر خدا بود، یا اون کتابش خیلی کتاب آرمان شهر، کتاب خواندنی و مهمی است. فیلم مردی برای تمام فصول هم خیلی زیبا دوبله شده. اون زمان دوره طلایی دوبله ایران خیلی فیلم زیبای، مونولوگ های عالی و بازی فوق‌العاده و دوبله فوق‌العاده. بد نیست اون رو ببینید. این هنری هشتم میخواست زنش رو طلاق بده، خب هیچ راهی نداشت. با پاپ مکاتبه کرد، گفتگو کرد، هیچ راه کلاه شرعی پیدا نکرد. یه راه حل به ذهنش رسید، گفت که من اصلا میام میگم من مسیحی ام، ولی دیگه کاتولیک به اون معنا نیستم، به معنای اینکه پیرو پاپ باشم، خودم میشم رئیس کلیسای انگلستان. و اومد گفت از امروز کلیسا ملیه، ما دیگه از پاپ در واتیکان فرمان نمیگیریم و انگلستان دیگه مستقله از لحاظ دینی. خودش شد رئیس کلیسا. بعد خودش برای خودش فتوا صادر کرد، گفت تو میتونی کاترین رو طلاق بدی. کاترین رو هم طلاق داد. و نهایتا تامس مور اعتراض کرد و جانش رو بر سر این اعتراض داد. گفت که پادشاه نمیتونه قانون دین و اخلاق رو بشکنه. هر حال اونم ماجرای جالبی است، مستقلا میشه در موردش حرف زد. هنری هشتم مثالی است از یه آدم عوضی، رئیس عوضی. این حق رو برای خودش، یعنی میگه که قوانین دین تا وقتی که به نفع منن اجراش میکنم، وقتی که به نفع من نبودن عوضشون میکنم، اصلا خودم میشم رئیس کلیسا. یا یه مثال معاصرش همین ترامپ. ترامپ واقعا آدم عوضیه، یعنی کاری به اصلا مسائل سیاسی و دعواهای بین ایران و آمریکا و اینها ندارم. خود آمریکا، خود آرون جیمز در کتابش یه جا اشاره میکنه به ترامپ به عنوان یه آدم عوضی، به دلیل اینکه یه حقوق، ببینید مثلا در مورد آمریکا میگه من هر تعرفه‌ای بخوام میذارم، ولی شما اگر بذارید برای اون تعرفه هم دوباره جریمه تعیین میکنم. من میتونم تحریم کنم، شما نمیتونید. من تعرفه میذارم، شما نمیتونید. با کانادا، متحد قدیمی آمریکا، این کارو میکنه. با فرانسه، با ایتالیا، با مکزیک، با برزیل، با خیلی کشورها. در کشور ما هم البته خب عوضی‌های وجود دارن، ولی خب ترامپ خیالمون راحت، نمیتونه از ما شکایت بکنه، ما رو بکشه دادگاه و اینا، ولی تو داخل خب نمیشه اشان. همین شرکت ها هم که اسم بردم بالاخره باید در موردش تأمل کرد یا تجدید نظر کرد. اما حالا سخن رو آرام آرام بحث رو به جنبندی برسونیم. این عوضی بودگی که حالا تعریفش رو دونستیم، گونه شناسیش رو هم گفتیم، زمینه هاش چیه؟ چی میشه که عده‌ای عوضی میشن، عده‌ای نمیشن؟ زمینه ها و اون بافتار و ساختاری که باعث میشه عوضی پرور باشه یه فرهنگی یا یه کشوری، اونا چیه؟ اولا یکیش فرهنگ فردگرایانه است. فردگرایی افراطی و رادیکال زمینه فراهم میکنه برای عوضی بودگی. یعنی یه واقعیتیه، شما اگر در یک کشوری که توش فردگرایی خیلی زیاده متولد بشید، احتمال اینکه حق به جانب باشید بیشتره تا ژاپن، تا چین، تو فرهنگ‌های جمع‌گرا. چرا؟ به دلیل اینکه فرهنگ‌های فردگرا یه واقعیتیه که هی به ما میگن که خودت باش و به منافع خودت فکر کن. و خب این زمینه رو، نمیگم هر آدمی که تو اون فرهنگ بزرگ میشه یا فردگرایی مساویس با عوضی بودن اصلا و ابدا،
ولی زمینه مساعدتری برای عوضی شدن فراهم میکنه. فردگرایی رادیکال، این واقعیتی است که باید پذیرفت. تا اینکه شما در یه فرهنگ جمعگرا باشید که هی میگه به حقوق دیگران احترام بذار، اصلا آداب و رسوم از سلام کردن تا خم شدن در مقابل دیگران تا فرهنگ توصیه به عذرخواهی. باز حالا چون ذکر خیلی از ژاپن به میان اومد، در فرهنگ ژاپنی عذرخواهی یه عنصر کلیدیه. پذیرش مدیون بودن یه عنصر کلیدیه. من همین اخیراً مقاله می نوشتم در مورد همین احساس دین و اینها، چون احساس مهمیه ولی خیلی کم در موردش کار شده. پژوهش‌های خیلی جالبی انجام شده، مثلا در انگلستان، در آمریکا که کشورهایی هستن، یا استرالیا، فرهنگ انگلو ساکسون و کشورهایی که خیلی فردگرایانه فکر میکنن، تو این فرهنگ‌ها آدم‌ها اینی که احساس کنن مدیون کسی هستن حس ناخوشایندیه براشون و سعی میکنن این حس رو هی پاک بکنن. چطور؟ با یه تشکر سریع. یعنی میگن سریع تشکر بکن که دیگه احساس دین نداشته باشی، یا سریع در قالب یه داد و ستد جبران کن که دیگه مدیون نباشی. در حالی که ببینید خب این یه ایراد بزرگه دیگه. مثلا شما مدیون پدر مادرتون هستید، هر کاری بکنید مگه جبران شدنی است؟ باید بپذیرید که مدیون. من باید بپذیرم که مدیون کشورم هستم، هر کاری بکنم. مثلا یه نفر نمیتونه بگه، یا آمریکایی نمیتونه بگه ببین من این کارو کردم دیگه آمریکا بین ما پاک شد دیگه من مدیون تو نیستم، یا من بگم که من دیگه بدهی به وطنم ندارم. این بدهی بی پایانه به پدر و مادر، به هستی، به کائنات، به خداوند. فیلسوفان ما میگفتن ما فقر ذاتی داریم در مقابل خداوند، یه افتقار ذاتی، یعنی این فقر در ذات ماست. بدهی نیست که شما صافش کنید. من همین که هستم فقیر به ذاتم در مقابل ذات باری. چون من خدا رو شکر بکنم، توانایی شکرگزاری رو از کجا آوردم؟ باز خداوند این توان رو به من داده. باز برای این شکر کردنم باید دوباره شکرگزار باشم. خب این میشه یه چرخه بی پایان. میدونید ما یاد اینی که ما به طبیعت داریم و الی آخر. میخوام بگم که فرهنگ فردگرایی رادیکال این زمینه رو برای عوضی بودن فراهم میکنه و کسانی که بدون اینکه مخالف فردگرایی باشن میگن این فردگرایی رو باید مهار کرد، کنترلش کرد، سخن حکیمانی میزنن. نکته دوم، چیزی که زمینه عوضی بودن رو فراهم میکنه اقتصاد رانتی. مثلا در کشور ما به صورت مشخص این مورد وجود داره. اقتصاد رانتی فرش قرمزی رو پهن میکنه برای عوضی بودن، عوضی شدن و عوضی ها. اقتصاد رانتی یعنی چی؟ یعنی مثلا رانت اطلاعاتی. من میدونم قراره به زودی به جای روزی 2 ساعت روزی 4 ساعت برق قطع بشه، اما شما نمیدونید. من میرم موتور برق وارد میکنم. این یه رانت اطلاعاتی. خب ببینید شما به یه معنا خطای اخلاقی مرتکب نشدید دیگه. بالاخره مردم که به موتور برق احتیاجشون میفته. خب موتور برق رو من وارد نکنم یکی دیگه وارد میکنه، بعد موتور برق رو وارد میکنم، دزدی که نکردم، پولش رو میگیرم. اما نکته، این حق مخصوص منه. آیا دیگران هم میتونستن زودتر از فرایند قطعی برق و ساعتش و همه‌گیریش در ایران مطلع باشن؟ نه. این یعنی زمینه عوضی بودن فراهم میشه. قدیما با دهه 60 از این چیزا زیاد بود. افراد میدونستن چی قراره، مثلا یه دفعه این رانت اطلاعاتی زمینه رو برای عوضی بودن فراهم میکنه. اقتصاد رانتی به صورت کلی، انحصار اقتصادی. یعنی ببینید من میدونم که قراره مثلا از فردا واردات آیفون ممنوع بشه، میرم تعداد زیادی آیفون خریداری میکنم. ممنوع که شد به قیمت بیشتر اونا رو تو بازار میفروشم. یا میدونم قراره به زودی رجیستری آیفون آزاد بشه، میام خیلی زود آیفون ها رو میفروشم. این یعنی اقتصاد رانتی. وقتی میگم زمینه رو فراهم میکنه برای عوضی شدن، مثالهاش این هاست. حقهایی که من برای خودم قائلم و دیگران از اون حق محرومن.
مرد سالاری، فرهنگ جنسیت زده. خود آرون جیمز اصلا صریحا میگه بیشتر عوضی ها مردها هستن، یا اینجوری بگیم، حالا اون نمیگه بیشتر مردان عوضی هستن، دقت بکنید، میگه بیشتر عوضی ها مردن. حالا من به نمایندگی از جامعه مردان میتونم دفاع بکنم، بگم که خب یکی از دلایلش باز البته به دلیل همون فرهنگ جنسیت زده اینه که بیشتر اقتصاد دست مردانه، خب طبیعتا بیشتر عوضی ها هم اونجا و مرد میشن. بیشتر رؤسا مردن، طبیعتا احتمال این که رئیس عوضی مرد باشه خب بیشتر. ولی فعلا اگه نگیم یه رابطه ذاتی هست، فعلا یه رابطه موقتی هست، یه رابطه معنادار، نه رابطه علت و معلوله. یه نوع همبستگی هست بین مرد بودن و عوضی شدن. پس مردان باید بیش از زنان مراقب باشن که عوضی نباشن، یا مردان باید بیش از زنان مراقبه به خرج بدن و خودکاوی بکنن مبادا من عوضی هستم. و البته زنان هم باید بدونن که راه برای عوضی شدن به روی اونها باز، ولی احتمالش کمی کمتر از مردان. در مجموع اصلا میشه گفت که بخت بد، بخت رو اینجا من به معنایی که فیلسوفان معاصر به کار میبرن، یعنی bad luck یا bad chance دارم به کار میبرم، منظورم قسمت و تصور قدیمی از این موضوع نیست، یعنی تلفیقی از خانواده و محیط و تغذیه و طبیعت و همه اینها، خب این باعث میشه یه عده بیشتر مستعد عوضی شدن باشن. این یه واقعیت. بخش پایانی سخن. حالا عوضی ها رو شناختیم، گونه شناسیشون رو، عوضی بودن رو تعریف کردیم، زمینه های عوضی شدن و عوضی بودگی رو هم شرح دادیم. اما حالا بهترین واکنش به عوضی ها چیه؟ شما با یه عوضی روبرو شدید، چه کار باید بکنید؟ یک، همدلی. ممکنه این پاسخ کمی دور از ذهن باشه. همدلی با آدم عوضی، همدلی با آدم های عوضی. ما باید بپذیریم، یه بار دیگه به زمینه های عوضی بودگی فکر بکنیم. اقتصاد رانتی، فرهنگ فردی گرایانه افراطی، نمیدونم مرد سالاری، بخت بد و امثال اینها. خب این اقتصاد رانتی و مرد سالاری و بخت بد و اینها رو آدم‌های عوضی به وجود میارن یا خودشون معلول و محصول این ساختارن؟ بخش زیادی از عوضی ها علت این وضعیت نیستن، معلول این وضعیتن. ما باید اونها رو درک بکنیم. گام اول درک متقابل و همدلی. یعنی شما وقتی یه آدم عوضی رو میبینید که با اون خصوصیاتی که گفتم، درکش بکنید و فکر نکنید این آدم رو باید حذف کرد، باید در موردش خشونت به خرج داد، باید اینو له کرد. عوضی ها بخشی از واقعیت جامعه، ولی باید از همدلی شروع کرد. اما فقط همدلی نه. گام دوم اینه که ما نباید تصمیم آدم‌های عوضی بشیم. همدلی به خرج میدیم، اما این همدلی نباید به تصمیم بیانجامه. یعنی بگیم که خب دیگه اینا که علت که نیستن، معلولن، دست خودشون نیست، پس دیگه باهاشون دیگه اگر زور گفتن بپذیریم، سرمون داد زدن سکوت کنیم. تسلیم نباید بشیم. اتفاقا تسلیم و انقیاد عوضی ها رو عوضی تر میکنه. اشک کباب باعث طغیان آتش است. یعنی شما در مقابل اینا خیلی کوتاه بیایید، اینا هم شعله ورتر میشن، عوضی تر میشن. اما آیا باید به اونا حمله بکنیم؟ نه. نه تسلیم، نه حمله. ما باید با اونها به شکل هوشمندانه‌ای در مقابلشون مقاومت بکنیم. مقاومت هم به معنای نه حمله است، نه تسلیم. چون شما به عوضی ها بخواید حمله بکنید، در کل بازنده اید. چرا؟ چون شما عوضی نیستید و اون عوضی. دلیل خیلی روشنی.
اون به شما فحش میده، شما نمیتونید این کارو بکنید. اون خشونت بیشتری به خرج میده، شما نمیتونید. اون میخواد به شما آسیب بزنه، شما نمیخواید. در این حمله شما بازنده اید. خب چیکار باید بکنیم؟ باید از عوضی‌های همه جانبه و تهاجمی فاصله بگیریم. مقاومت در مقابل عوضی بودگی بخش اولش اینه. عوضی‌های همه جانبه رو باید ازشون فاصله بگیریم. یعنی شما با اینا نباید شاخ به شاخ بشید. چون عوضی‌ها بر دو دسته هستن. عوضی‌های مرزی، یعنی آدم‌هایی که گاهی خوش، گاهی ناخوش، گاهی عوضی، گاهی ناعوضی. بعضی دیگه نه، این عوضی بودگی درشون رسوخ کرده و دیگه اصلا دارن لذت میبرن از این عوضی بودن. با اینها نباید شاخ به شاخ شد، جنگید، به مصافشون رفت. از اینها باید فاصله گرفت. جدیداً حالا تحت تاثیر فیلسوفان رواقی اصلا از فضیلتی سخن میگن به نام فضیلت کنارگیری. این فضیلت. آدم‌های خوب از خیلی چیزها در این جهان کناره میگیرن. دیگران دارن حرف میزنن، بحث میکنن، داد و هواری وسط قیل و قالی هست، اینا کناره میگیرن. اونجا همه دارن معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، اینا کناره میگیرن. اونجا همه دارن از خودشون تعریف میکنن، اینا کناره. خود کناره گرفتن یه فضیلتی است. البته دیگه نه به معنای انزوا. کناره گرفتن غیر از تنهایی و انزواست. حالا شاید یه وقتی در موردش صحبت کرد. ولی ما باید از عوضی‌های همه جانبه کناره بگیریم. اما در مقابل عوضی‌های مرزی خب باید یه مقاومتی به خرج داد و جاهایی باید مقابله به مثل کرد. یعنی اونا صداشون رو بالا میبرن، شما صداتون رو بالا ببرید، برای اینکه اینها کنترل بشه. جمله آخر وقت به پایان رسید. ببینید ما در زندگی شخصیمون و در زندگی جمعیمون باید به دنبال نصب سامانه‌های عوضی‌کاه و عوضی‌یاب باشید که قبلا بهش اشاره کردم. اول در زندگی شخصی از خودمون شروع بکنیم. یک، اولین و پیشرفته‌ترین سامانه عوضی‌کاه همون مراقبه است که گفتم. مراقبه به خرج بدیم. یعنی ما مدت هاست که خودمون رو نکاویدیم به شکل عمیق و دقیق. این کار رو نکردیم. یعنی ببینید ما وقتی نماز میخونیم، عبادت میکنیم، خلوت میکنیم، درسته که داریم با خدا حرف میزنیم، ولی از یه جهت باید با خودمون هم حرف بزنیم. ما باید با خودمون وارد گفتگو بشیم. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. مولانا میگه ما یه دریای عمیقی هستیم، موج روی موج. اینو باید بکاویم تا بتونیم به اون قعر دریا برسیم، ببینیم بالاخره اونجا گوهری هست یا نیست، خبری هست یا نیست، ما کسی هستیم یا نیستیم، میتونیم کسی بشیم یا نمیتونیم. خب این سامانه عوضیاب اولش مراقبه است. این در مورد خودمون. در مورد دیگران باید ارتباطات اصلیمون رو حداقل کنترل بکنیم. ارتباطات اصلی کدامن؟ ببین شما الان میای تو این جلسه میشین، یک کسی اون ور نشسته، یک کسی این ور نشسته، شما باهاشون 1 ساعت 1 ساعت و نیم هم نشینید و میرید. نه باهاش حرفی میزنید، نه انسی، نه الفتی، نه دوستی، نه معامله. خب من چرا الان باید فکر کنم که اون کسی که چند ردیف عقب‌تر نشسته چگونه آدمی است؟ زورگوه یا نه، متواضع یا نه؟ به من چه؟ اصلا چرا باید قضاوتش کنم؟ اون آیه اول سوره 7 انجیل متی، قضاوت مکن تا قضاوت نشد. خب چرا باید من قضاوت کنم؟ اما کسی که همسر منه یا میخواد بشه، کسی که همسفر منه، کسی که همکار منه، دوست منه، همخانه منه، اینا دیگه ارتباطات اصلی زندگی منه. من باید اینا رو تحلیل کنم که من با اینها عوضی معابانه دارم رفتار میکنم، یعنی از خودم باید شروع کنم. 2، آیا اونها با من عوضی معابانه رفتار میکنن یا نه؟ این تحلیل لازم. برای دیگران دیگه نه. اونهایی که در دوردست‌های زندگی هستن، در پس زمینه فیلم زندگی ما هستن، سیاهی لشکرن، برای خودشون هم خیلی مهمن. در قصه زندگی من
بازیگر اصلی نیستن، بازیگران فرعی هستن. من نباید به اونا کاری داشته باشم، ولی ارتباطات اصلی رو باید کنترل کنم. مبادا من با همسرم، مادرم، همکارم، رئیسم، کسانی که مرئوس من هستن مثلا، نکنه عوضی آبانه دارم تعامل میکنم. اینو من باید تحلیل کنم. و بعد در ساختارهای اجتماعی ما به عنوان شهروند که حق انتقاد داریم، یک تکلیف داریم که انتقاد بکنیم. ببینید نقد اجتماعی یه حق فقط نیست، یه تکلیفه برای شهروندان عاقل و فرهیخته. شما فکر نکنید که حالا حق دارید مثلا در مورد رئیس جمهور و حاکمان و وزرا و اینها نظر بدید. شما وظیفه دارید نظر بدید. اگر من نمیتونم بگم این وضعیت خوبه یا بد، این رئیس جمهور خوبه یا بد، این حاکمیت خوبه یا بد، یا حاکمیت مشکل داره یا من یا هر دو، من باید نظر بدم. این یکی از پیش شرط‌های توسعه و پیشرفته. خب من باید تحلیل کنم در این ساختار سیاسی، این ساختار اجتماعی، این ساختار اقتصادی عوضی پرور هست یا نیست. اگر هست این جاها کجان؟ باید باش مقابله کرد. ما همین الان در این نشست مثلا حالا برای خودمون نوشابه باز کنیم، چراغ اول رو روشن کرد. به این مفهوم عوضی بودگی الان بیش از پیش توجه داریم. در ساختار سیاسی ما عوضی ها هستن یا نیستن؟ در اقتصاد ما عوضی ها هستن یا نیستن؟ اگر هستن باهاشون مقابله بکنیم به شکل اصلاحگرانه و منصفانه و اخلاقی، ولی باید مقابله کرد که البته چنان که توضیح دادم این واقعیتی است که وجود داره و باید در دنیا هم همینطوره. یعنی تفکرات عوضی مآبانه وجود دارن. کشورهایی که اگر نگیم جانیان اما دست کم یه ایدئولوژی عوضی مآب دارن وجود دارن، یه چیزهایی رو حق انحصاری خودشون میدونن، این حقوق رو برای دیگر کشورها قائل نیستن. در کشور ما هم ممکنه اینجور پدیده‌های وجود داشته باشه و همه اینها باید فکر کرد، باهاشون مقابله کرد. ولی چنان که گفتم اول از خودمون شروع بکنیم، اول مملکت درون رو پاک کنیم. نمیگم پاک بشه، اینم ممکنه یه فریب باشه. یعنی اینی که بگن اول تو با خودت مقابله بکن، وقتی که پیروز شدی، یه قدیس شدی، قهرمان اخلاقی شدی، حالا بیا اجتماع رو نقض کن. نه، به موازات اون دیالکتیکوار من باید با خودم مبارزه بکنم، برای اصلاح خودم بکوشم، به موازاتش به اصلاح جمع و ساختار و بافتار اجتماعی هم باید بیندیشم. اگر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. السلام علیکم و رحمت الله.